درود بر شما. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. خوشحالم که با ویدیوی دیگری در خدمت شما هستیم. در این ویدیو در مورد برنامه سرمایه‌گذاری امریکا EB5 صحبت می‌کنیم. خوشحالم که در خدمت آقای لویی لوبلان هستم. ایشون معاون ارشد سازمان سرمایه‌گذاری بانک ناسیونال کانادا هستند. سالهاست که در زمینه مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری به کانادا فعال بودند. شاید 30 سال و چند سالی هم هست که در زمینه EB5 فعالیت میکنن. آقای لوبلان، خیلی ممنون برای اینکه دعوت من رو برای شرکت در این مصاحبه پذیرفتید و خیلی خوشحال هستم که شما در اینجا حضور دارید. واسه افتخار من است که اینجا باشم. ممنون از دعوت شما. من چند تا سوال راجع به برنامه EB5 و پروژه‌ای که شما در فلوریدای آمریکا در اون فعال هستید دارم. ابتدا خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید و راجع به فعالیت‌های کاری و شغلی خودتون توضیح مختصری بفرمایید. حتما، خواهش میکنم. من معاون ارشد امور مالی و سرمایه‌گذاری نشنال بانک کانادا هستم. برای مدت 30 سال دستم در کار امور سرمایه‌گذاری بودم. برخی معتقدند که من یکی از پایه‌گذاران برنامه‌های سرمایه‌گذاری کانادا هستم که از سال 1986 در نشنال بانک کانادا شروع شده. ما به بیش از 17,000 خانواده کمک کردیم که از طریق سرمایه‌گذاری به کانادا بیان. از 5 سال پیش من شروع به فعالیت در برنامه‌های سرمایه‌گذاری و EB5 در آمریکا کردم. همونطور که می‌دونید قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در کانادا محدودیت‌هایی رو اعمال میکنه. از نظر میزان سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری سختگیری‌هایی اعمال شده و این مبالغ افزایش پیدا کرده. به توصیه دوستانم به این فکر کردیم که چرا ما این تجربه‌ها رو برای برنامه EB5 امتحان نکنیم. بنابراین من از 5 سال پیش در زمینه برنامه EB5 آمریکا مشغول فعالیت شدم و در این زمان موفقیت‌های خوبی رو کسب کردیم و در حال حاضر در احداث 25 مدرسه دولتی در فلوریدا مشغول هستیم. آقای لوبلان، مزایای پروژه هایی که شما در اون سرمایه گذاری کردین چی هستش؟ از این لحاظ که این سرمایه گذاری ها باید منجر به ایجاد شغل بشه و همچنین از لحاظ برگشت سرمایه به سرمایه گذارها. بله، EB5 خب اگر به اسمش دقت کنید در واقع Employment Based Visa هست. یکی از مهمترین ویژگی‌های برنامه EB5 این است که سرمایه‌گذار باید مطمئن باشه که در برنامه سرمایه‌گذاری میکنه که بتونه ایجاد کار بکنه. به این ترتیب در برنامه EB5 دو ریسک مهم وجود داره. یک ریسک مهاجرت هست، اینکه سرمایه‌گذار باید مطمئن باشه که در پایان 2 سال به تعداد لازم شغل ایجاد کرده تا بتونه اقامت مشروط خودش رو به اقامت دائم تبدیل کنه. و مسئله دوم این هست که سرمایه‌گذار بدونه که پولش رو چطور میخواد برگشت بده بعد از 5 سال. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که در جای خیلی مطمئن سرمایه‌گذاری کنیم. همونطور که در کانادا این کار رو کردیم و بهترین راه این است که با دولت کار کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که با دولت ایالتی فلوریدا مشغول به همکاری بشیم برای سرمایه‌گذاری در ساخت مدارس دولتی. همونطور که می‌دونید در فلوریدا تقاضای زیادی هر سال برای مدارس هست و این به دلیل جمعیت رو به افزایش در ایالت فلوریدا است. ما می‌خواستیم پروژه‌هایی را داشته باشیم که اولا بتواند مشاغلی ایجاد کند و ثانیاً بتواند بازگشت سرمایه را برای سرمایه‌گذار در پایان 5 سال تضمین کند. این پروژه ها تا چه حد موفقیت آمیز هستند؟ ما خیلی خوشحال هستیم که در حال حاضر 100% پرونده های ما موفقیت آمیز بودن. 5 سال پیش ما اولین مدارس رو ساختیم. در حال حاضر 14 مدرسه در حال ساخت داریم که تا پایان جولای 2016 10 مدرسه آماده بهره برداری خواهد بود. همونطور که میدونید مدارس در فلوریدا در ماه آگوست بازگشایی میشن. همچنین سرمایه گذاری در ساخت 24 مدرسه دیگه رو هم در دست داریم. آقای لوبلان، ما میدونیم که تعداد زیادی پروژه در جاهای مختلف آمریکا وجود داره. به نظر شما چرا سرمایه گذارا باید تو این پروژه سرمایه گذاری کنن؟ منظورم اینه که چه ویژگی خاصی در پروژه های مدرسه سازی در فلوریدا هست؟ شما سوال خیلی مهمی رو پرسیدید. در حال حاضر برنامه‌های زیادی در ارتباط با EB5 هست. همونطور که قبلا هم گفتم سرمایه‌گذارها باید دو مسئله بسیار مهم رو در نظر بگیرن. مسئله اول مسئله ایجاد شغل هست
چرا که به ازای هر سرمایه گذاری باید 10 شغل ایجاد بشه. این نکته بسیار مهمی هست. در واقع وقتی ما از EB5 صحبت میکنیم در اصل مبلغ سرمایه گذاری $1,000,000 هست، اما 10 سال پیش دولت آمریکا برنامه رو اعلام کرد که افرادی که در مناطقی که درصد بیشتری بیکاری دارن سرمایه گذاری میکنن به جای $1,000,000 سرمایه گذاری $500,000 سرمایه گذاری میکنن و این بدین معنی هست که وقتی شما مدرسه میسازید مشاغلی که مستقیما به این سرمایه گذاری مربوط میشن مثل معلم ها هستن، اما فقط این نیست، در واقع مشاغل غیر مستقیمی که به وجود میاد مثل کارگران ساختمانی هم مد نظر قرار داده میشن. بنابراین مسئله اول در ارتباط با EB5 ایجاد شغل هست، چون که وقتی شما گرین کارت خودتون رو میگیرید این یک در واقع اقامت مشروط هست. برای اینکه شما این رو به یک اقامت دائم تبدیل کنید باید نشون بدید که اون میزان لازم از ایجاد شغل در واقع به وجود آمده در اثر سرمایه‌گذاری شما تا کارت اقامت شما از حالت مشروط خارج بشه. خوبی این برنامه‌های ما، میدونید بذارید اینطوری براتون بگم، دولت ایالتی فلوریدا هر سال در سپتامبر باید تعدادی مدارس رو در واقع آماده تحویل داشته باشه. به جای اینکه خودش بیا سرمایه گذاری بکنه و پول قرض بده و بعد درگیر مشکلات بعدی ساخت مدارس باشه، مجوز ساخت مدارس رو صادر میکنه و از طریق شرکت‌های خصوصی اقدام به ساخت مدارس میکنه. این مدارس تحت دستورالعمل دولت ایالتی فلوریدا عمل میکنن. دولت فلوریدا هر سال هزینه رو برای هر دانش آموز اختصاص میده. این هزینه بین $6,000 تا $9,000 هست. خب حالا اینا مدارس دولتی هستن. چه اتفاقی میفته؟ همیشه یه ویتینگ لیست برای این مدارس هست. در واقع شما مطمئن هستید که همیشه تعدادی دانش آموز میخوان وارد این مدارس بشن، بنابراین از این نظر هیچ نگرانی نیست و دولت به جای اونها پرداخت میکنه. بنابراین اولویت دولت هم ساخت مدارس در مناطقی هست که کمبود مدارس بیشتر هست در اون مناطق. اگر این چند نکته در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری در این برنامه‌ها از طریق پروژه‌های مدرسه سازی تمام خواسته های مطلوب یک سرمایه‌گذار رو برآورده میکنه. پس ما از نظر ایجاد شغل مسئله‌ای نداریم. مسئله دوم، چطور پول من میخواد من برگرده. اینجاست که ما از تجربه کانادای خودمون استفاده کردیم. در ساخت هر کدام از این مدرسه‌ها 25% از سرمایه دولت ایالتی فلوریدا میده و ما در گرین اکسس شرکای دیگر این پروژه ها هستیم. 75% الباقی این مبلغ رو تامین میکنیم. این وام تضمین شده است. این وام در واقع روی ساختمان، روی زمین و درآمد اجاره است و داره یک استراتژی خروج 5 ساله است. بنابراین تمام خواسته های مطلوب سرمایه گذارها بعد از 5 سال تامین میشه. سرمایه گذاران ما وارد آمریکا میشن و با یک اقامت مشروط در واقع وارد میشن. بعد از 2 سال اون شرط از روی اقامت برداشته میشه و گرین کارت دائمی میگیرن. پس بر طبق گفته‌های شما ریسک سرمایه‌گذاری تو این پروژه ها خیلی پایین هستش، درسته؟ قطعاً همینطوره. ریسک این پروژه در واقع ریسک دولت فلوریدا است، چون که دولت فلوریدا هست که به ازای هر دانش آموز مبالغ رو پرداخت میکنه. ما در کانادا خب یک تضمین دولتی داشتیم که همینطور که می‌دونید در مورد آمریکا نیست، اما در آمریکا خوبی که هست تمام درآمد توسط دولت پرداخت میشه. و نکته که خیلی مهم هست این که توی ایالت فلوریدا ما همیشه یک جمعیت رو به افزایش رو داریم و بنابراین تقاضا برای مدارس همیشه هست و رو به افزایش هم هست. یکی از مهمترین امتیازات پروژه مدرسه سازی در فلوریدا این هست که این پروژه ها قطعاً عملیاتی خواهند شد. پروژه های زیادی برای EB5 تعریف میشه و حتی مسئله سرمایه گذاری هم برای اونها حل شده است، اما
این تنها مسئله نیست. اطمینان از این که این پروژه ها عملیاتی خواهد شد خیلی مهم است. نباید فراموش کرد که شما یک گرین کارت موقت یا مشروط در واقع دارید که برای رفع اون شرط و دریافت گرین کارت دائم شما باید که نشون بدید که تعهدات خودتون رو در قبال ایجاد شغل انجام دادید. متقاضی مهاجرت اگر نتونه که نشون بده که اون تعهد خودش رو در واقع انجام داده، ممکنه که طرف مجبور به ترک خاک آمریکا بشه. مزیت اصلی برنامه مدرسه سازی در ایالت فلوریدا این هست که وقتی مجوز ساخت این مدارس صادر میشه، تعهد به اون برنامه جدول زمانبندی هست. این مدرسه ها بین 8 تا 9 ماه طول میکشه تا ساخته بشن. معمولاً از لحاظ سایز پس میزان سرمایه لازم در یک حد و حدود هستند و اینها قطعاً در مدت زمان کمتر از 2 سال عملیاتی و بهره برداری خواهند شد. سوالی که باید یک متقاضی سرمایه‌گذاری در EB5 از خودش بپرسه این هست که آیا این پروژه عملیاتی خواهد شد یا نه. قبل از اینکه من بخوام شرط اقامت دائم خودم رو رفع کنم و مشکلی با اداره مهاجرت نداشته باشم. شنیده شده که تغییراتی داره اتفاق میفته. تغییراتی قرار بود سپتامبر گذشته انجام بشه و همینطور ممکن است تغییراتی در سپتامبر آینده برای این برنامه اعمال بشه. با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو در پیش رو داریم، من بعید میدونم که تغییرات اساسی زیادی در برنامه EB5 صورت داده باشه. ممکن است مبلغ سرمایه از $500,000 به $800,000 افزایش پیدا کنه. همچنین یک سری مسائلی در ارتباط با تخصیص بودجه برای مناطق شهری یا اطراف شهرها ممکن است که داشته باشیم. در سفری که فردا خواهم داشت به آمریکا جلسه‌ای رو با مسئولین اداره مهاجرت دارم و به محض اینکه هر تغییراتی رو در جریانش قرار بگیرم این رو اعلام خواهم کرد. تغییرات عمده‌ای بعید میدونم که باشه، اما با این حال من توصیه میکنم که افراد تا قبل از 30 سپتامبر 2016 اقدام کنن و تقاضای خودشون رو ارائه بدن تا از امتیاز سرمایه‌گذاری کمتر برخوردار باشن. چه کسایی میتونن از این طریق برای برنامه EB5 اقدام کنن؟ آقای مختاری، من میدونم که شما در زمینه مهاجرت کانادا متخصص هستید و همه ما در این برنامه‌های سرمایه‌گذاری کبک و کانادا کار کردیم و میدونیم که پیشینه شغلی تجاری سرمایه‌گذاران خیلی مهم هست. نکته خوب در ارتباط با سرمایه‌گذاری EB5 این هست که اصلا به این سابقه شغلی و تجاری نیازی نیست. تنها چیزی که باید نشون بدن این هست که منابع درآمدی اونها مشروع بوده و همچنین هبه مجاز هست و به رسمیت شناخته میشه در مورد این افراد. مثلا مواردی وجود دارد که کسانی که فرزندان بالغ دارن و این بچه‌ها نمیتونن در آمریکا شغلی پیدا کنن، والدین مبلغ $500,000 رو به بچه‌ها میبخشن و اونها خودشون میتونن که در واقع برای EB5 اقدام کنم. بنابراین برخلاف برنامه سرمایه‌گذاری کانادا، کسانی که سابقه شغلی و تجاری مناسبی نداشته باشند میتونن که از طریق برنامه‌های EB5 سرمایه‌گذاری کنن و اقدام به مهاجرت به آمریکا بکنند. پس شما معتقد هستید که سرمایه‌گذاری در EB5 از هر سرمایه‌گذاری دیگری راحت‌تر هست؟
قطعا همینطور هست. ملاک‌ها کاملا مشخص و واضح هستند. هیچ مصاحبه‌ای قبل از پذیرش متقاضی وجود نخواهد داشت. تنها کاری که باید انجام بشه ارائه تقاضای متقاضی هست و سپس این تقاضا توسط اداره مهاجرت آمریکا در واشنگتن مورد بررسی قرار میگیره و بعد از تایید در سفارت آمریکا مصاحبه‌ای با متقاضی انجام میشه، ولی مصاحبه به هیچ عنوان مصاحبه در خصوص سابقه شغلی و تخصصی و چیزهای شبیه آن نخواهد بود و فقط برای مسائل امنیتی است. بنابراین متقاضی مجبور نیست به هیچ سوالی درباره سرمایه‌گذاری خودش در EB5 و منبع درآمد و سرمایه خودش توضیح بده. خیر، این مسئله در واقع اصلا وجود نداره. سرمایه‌گذار اطلاعات کلی رو میبایست راجع به آنچه که سرمایه‌گذاری کرده داشته باشه و اینکه یک مدرسه دولتی است که به این طریق ساخته خواهد شد. چه مدت طول میکشه که شخص گرین کارت خودش رو در چارچوب برنامه EB5 به دست بیاره؟ بس از تجربه من طیف زمانی تقریباً 2 سال طول میکشه از زمانی که متقاضی درخواست خودش رو در واقع ارائه میده، بررسی میشه و مصاحبه در سفارت صورت خواهد گرفت و در اونجا مدارک لازم برای ورود به آمریکا به اونها داده میشه. چیزی هلوش 2 سال پیش بینی من برای دقیقاً نقش مؤسسه شما گرین اکسس در ارتباط با مرکز محلی و منطقه‌ای چی هستش؟ بله، ما مردم رو تشویق میکنیم که در پروژه های سرمایه گذاری کنن که دستن در کاران اون پروژه ها نقش های جداگانه و مستقلی داشته باشند تا مسئله تداخل منافع به وجود نیاد. به این معنی که ما به عنوان گرین اکسس که شرکت ما هست با سرمایه گذاران مشارکت میکنیم و سرمایه گذاران شرکای ما هستند. شرکت ما به همراه سرمایه گذاران به مرکز منطقه‌ای که در واقع پروژه مدرسه سازی در اونها اجرا میشه وام پرداخت میکنه و این مرکز منطقه‌ای در این پروژه دارای سهام نیست. در آمریکا برای اینکه $500,000 سرمایه گذاری کنید بایستی توسط مراکز منطقه‌ای مربوطه تایید بشه و در این خصوص دولت فلوریدا که به مرکز منطقه‌ای مربوط هست هیچ سهمی در این پروژه نداره. در واقع دولت فلوریدا سهم خود رو به گرین اکسس منتقل کرده. وکلای مهاجرت فقط کار مهاجرت انجام میدن و هیچ منفعت سرمایه گذاری و سهامی در پروژه ندارن و این مسئله مهمی است که هر کس کار خود رو به طور مستقل انجام بده که هیچ تضاد منافعی نباشه. در واقع شرکتایی که پروژه EB5 رو ارائه میکنن و در این حال وکلا و مدیران منطقه‌ای و مالکان پروژه هستند، این مسئله ریسک سرمایه گذاری رو بالا میبره. من به عنوان کسی که 30 سال در کارهای بانکی و سرمایه گذاری و امور مالی تجربه دارم چنین چیزی رو اصلا توصیه نمی کنم و این مطلوب ما نیست، به خاطر اینکه این مسئله باعث مشکلاتی شده و اگر اینکه این افراد جوری عمل بکنن که مسئله تضاد منافع پیش بیاد باعث ایجاد مشکلات جدی در پروژه ها میشه و این مشکلات گریبان سرمایه گذاران را هم خواهد گرفت. من ترجیح میدم که همه طرف هایی که در این پروژه ها مشغول هستند کاملا مستقل از هم عمل بکنند و هیچ وابستگی نداشته باشند. آقای لوبلان خیلی ممنون به خاطر اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. من پاسخ تمام سوالاتم رو گرفتم و حالا کاملا متقاعد شدم که این پروژه بسیار خوبی هستش. با این حال ممکنه سوالات دیگری داشته باشیم.
میتونیم از طریق ایمیل این سوالات رو بپرسیم. حتما با کمال میل من در خدمت شما هستم و خوشحال میشم که در خدمت موکلان شما باشم و هر سوالی که دارید رو بتونم پاسخ بدم. دوستان عزیز، بسیار متشکرم از توجهتون به این ویدیو. امیدوارم که سوالاتون در مورد EB5 و به طور خاص در مورد پروژه EB5 ساخت مدارس در فلوریدا پاسخ گرفته باشه. شما میتونید با دفاتر ما در تماس باشید اگر مایلید در این برنامه اقدام بکنید. دفاتر ما در تهران، اصفهان، مونتریال و ونکوور در خدمت شماست. همینطور میتونید از طریق وبسایت های ما campars.ca، parscanada.com و همینطور وبلاگ من campars.camparsblog.com با ما در تماس باشید. از توجه شما متشکرم.